طریقه تعویض لنت ترمزهای هیدرولیکی، دیسک هیدرولیکی. برای این کار دو تا راهکار داریم. هم میتونیم کالیبر ترمز رو باز کنیم، هم میتونیم طوق رو باز کنیم. که طوق راحت تره و بازش میکنیم طوق رو. بعد از اینکه طوق رو باز کردیم، الان به لنت دسترسی داریم. باید به وسیله حالا یه پیس گوشتی از اونجایی هم که لنت همون که الان روش هست، لنت کار کرده و خراب هست، با یه دونه پیس گوشتی لنت ها از هم جدا میکنیم که پیستونا کامل بره عقب و جا برای لنت های نو باز باشه. بعد به وسیله حالا انبردست یا دم باریک خال نگهدار لنت ها رو صاف میکنیم که از داخل کالیپر و لنت ها در بیاد. الان لنت ها به این شکل در میاریم و لنت های نو را جایگزین میکنیم. لنت های نو را به همین شکل میبینین داخل کالیپر میذاریم و سر جای خودش قرار میدیم و اشپیل را داخل لنت و کالیپر قرار میدیم و از اون طرف سر اشپیل را کجش میکنیم که دیگه بیتون ما در نیاد.